سلام به همه گوشی بازا. امروز اومدم تا 5 تا راز پنهان رو در گوشی‌های آیفون و اندروید بهتون نشون بدم که 99% مردم ازشون بیخبرن. این ترفندها نه تنها کارتون رو آسون‌تر میکنن، بلکه ازتون یه استاد گوشی میسازن. آماده اید؟ بزن بریم. قابلیت اول، اسکرین شات توماری. اگه میخواید از کل یک صفحه وب یا یک چت طولانی اسکرین شات بگیرید، دیگه نیازی نیست چند تا ایکس بگیرید. فقط کافیه بعد از گرفتن اسکرین شات معمولی گزینه اسکرول یا اکسپند رو بزنید. این قابلیت فقط برای اندروید موجوده و زندگیتون رو نجات میده. این برای هر دو سیستم عامل کاربرد داره و واقعا وقت شما رو نجات میده. دیدید؟ گوشی‌های ما پر از قابلیت‌های پنهان هستن که منتظرن شما کشفش کنید. با این 5 ترفند دیگه از گوشیتون نهایت استفاده رو میبرید. کدوم ترفند رو از همه بیشتر دوست داشتید؟ حتما تو کامنت ها به هم بگید. اگه از این ویدیو لذت بردید و چیزی یاد گرفتید، لطفاً لایک کنید، کانال رو سابسکرایبش رو هم بزنید تا هیچ ترفند جدیدی رو از دست ندید. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.